خب چشم هم بزنیم آیفون 17 هم داره میاد با قابلیت‌های خفنی که الان میخوام برات بگم. آخریشو بشنوی پرات میریزه، مطمئنم باور نمی‌کنی اما حقیقت داره. در مورد افقی شدن دوربیناش که احتمالاً شنیدی، آدمو یاد گوشی‌های پیکسل میندازه. آیفون 17 قراره ضخامتش بشه 6 میل. این شارژر مکسیف ضخامتش 6 میله. یعنی آیفون تو قراره به این ضخامت باشه. ضخامت دوربینش هم قراره کمتر بشه و کیفیتش بره بالاتر. دیگه گذشت اون دورانی که هرچی مدل گوشی میرفت بالاتر دوربیناش یغورتر میشد. اما قابلیت آخر، اپل داره روی فناوری کار میکنه به اسم آل فاکتور تکنولوژی، یعنی فناوری حس بویایی. یعنی چی؟ بذار برات یه مثال بزنم. فکر کن رفتی یه جا عطر بخری، در مورد رایحه عطر میخوای با دوستت مشورت کنی. گوشی تو برمیداری، یه پیس از عطر میزنی، تو آی مسیج رایحه رو برای دوستت میفرستی، دوستت باز میکنه رایحه رو، بو میکنه، بهت میگه این خوبه یا این بده. میدونم باورش برات سخته اما اپل داره به این فناوری دست پیدا میکنه.